متشکرم. مرسی، ممنون از شما. همینطور عرض سلام، ادب و احترام دارم حضور یکایک شما بینندگان محترم برنامه خانه مهر. آرزوی اوقات بسیار خوشی رو برای تک تک شما عزیزان از خداوند متعال خواهان هستم. همطور که خانم امیرشاهی عزیز اشاره کردن، امروز آموزشمون اختصاص داره به پایه آلبالو. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار بگیره و براتون سودمند واقع بشه. آلبالو هم خیلی خوشمزه است، هم خیلی باهاش خب طبیعتاً همه چیز، هم غذاش خوشمزه میشه هم دسراش، اما هسته گرفتنش خیلی سخته. اینا رو باید هسته‌هاشو گرفت. بله، باید هسته‌ها رو گرفت، ولی خوشبختانه یک وسیله‌های امروزه اومده به بازار که خیلی راحت میشه هسته‌ها رو گرفت. بله، کار آسون کرده بدون اینکه آلبالو حتی له بشه. باشه، بفرمایید. خواهش می‌کنم. بله، مواد لازم شامل دو بخش هست آموزش امروزمون. یکی آموزش خمیر هست و بعد مواد لازم میانی که به ترتیب خدمتتون از مواد لازم خمیر اعلام می‌کنیم. آرد داریم به میزان 250 گرم که خب دوستان میدونین حتما باید الک بشه. همینطور کره سرد و خرد کرده 150 گرم. در مورد درست کردن تارت یا پای حتما باید کره مواد خمیرمون سرد باشه. همینطور پودر شکر نیاز داریم به میزان 3 قاشق سوپخوری. از قدری وانیل استفاده می‌کنیم. اگر از وانیلین استفاده می‌کنیم دوستان 1/4 قاشق چای خوری کافی هست. من توصیه نمی‌کنم وانیل های مایع رو در مورد این خمیر. حتی می‌تونید اصلا نریزین وانیل رو. از 1 پینچ یا 1 پر یا 1 پنسه نمک هم استفاده می‌کنیم و همینطور آب سرد که اگر ملاحظه بکنن دوستان، اینجا من توش حتی یخ هم ریختم که باید کاملا سرد باشه. پس رمزش اینه که همه چیز باید سرد باشه. بله. مواد لازم میانیمون شامل پودر شکر یا پودر قند هست، 4 قاشق سوپخوری که در واقع اینجا قرار داره. همینطور آرد ذرت به میزان 2 و 1/2 قاشق سوپخوری. از حدود 1/2 پیمانه آب آلبالو استفاده می‌کنیم. دوستان می‌دونن که 1/2 پیمانه برابر هست با 125 میلی لیتر در پیمانه‌های استاندارد اندازه‌گیری. و همینطور آلبالوی هسته گرفته 750 گرم و خوردنان 2 قاشق سوپخوری. توضیح میدم که برای چه کاری هست. و زرده تخم مرغ برای روی پای 1 عدد کافی هستش. بسیار عالی. حالا انشالله فرصت شد ما دوباره مواد اولیه رو انشالله دوباره مرور می‌کنیم. بله حتما. خب اگر که دوستان زمان داشته باشن میتونن این خمیر رو با دستشون تهیه بکنن. بسیار کار ساده‌ای هستش. نکته مهم اینه که فقط باید این مواد به شکل خوردنان در بیاد. یعنی اینکه بعد از اضافه کردن کره به آرد ما نباید حالت خمیری رو در این مواد داشته باشیم. اگر که از وسیله‌هایی مثل این وسیله که دست غذاساز باشه استفاده بکنیم، به مراتب یه مقدار به کار سرعت میده. ولی این به این معنی نیستش که ما نتونیم با دست این خمیر رو تهیه بکنیم. من آرد رو داخل این کاسه میریزم. کره رو که ملاحظه میکنیم به قطعات کوچیک تقسیم کردم. کره رو اضافه میکنم. بخش‌های مختلف آرد پخش میکنیم. بله. و بعد دستگاه رو روشن میکنیم تا اینکه کره در واقع با آرد مخلوط بشه. البته نگهداری این خمیرها در فریزر هم بسیار کار ساده‌ای هست. میتونن دوستان از در واقع پوشش‌های مثل فویل استفاده بکنن و خمیرها رو در فریزر داشته باشن. من تو توضیح در واقع سفارش من این هستش که حتما روش برچسب تاریخ رو قید بکنن که بدونن از کجا و تا کی میتونن این خمیر رو استفاده بکنن. خب بعد از اینکه این کارو کردیم دستگاه رو روشن می‌کنیم تا این مواد به شکل خوردنی. همونطور که ملاحظه می‌کنیم در این مرحله به هیچ عنوان این مواد رو ما منسجمش نکردیم. اینجا پودر شکر رو اضافه می‌کنم که میزانش بود 3 قاشق سوپخوری. همینطور از قدری وانیل استفاده می‌کنم. این الزامی نیستش، در صورت دلخواه. این از اون وانیل شکریا بود؟ این وانیل خالص هست که وانیلین در واقع هستش، ولی الان زیاد نبود میزانی که ریختیم. نه، من 1/4 قاشق چای خوری برداشتم. ولی اگر دوستان از وانیل شکری استفاده میکنن تا 1 قاشق چای خوری هم مجاز هستن استفاده بکنن. بله. همینطور 1 پینچ نمک. دوستان میدونن که مقدار موادی هست که بین 2 تا انگشت جا میگیره. اینها رو هم باز دوباره با هم دیگه مخلوط میکنیم. خب
توی این مرحله من آب رو اضافه میکنم که با افزودن آب در واقع ما اینجا یک خمیر نرم و قابل انعطافی رو داشته باشیم. حدود 3 قاشق سوپخوری آب رو معمولا این آرد لازم داره. البته دوستان این رو در نظر بگیرن که در واقع نوع آردها با همدیگه مقداری متفاوت هست. از این جهت آب رو خیلی کم کم و به تدریج اضافه بکنیم. به محض اینکه موادمون به شکل خمیر در اومد دیگه ادامه نمیدیم. میرید با دست کردن مخلوط کردن رو دیگه متوقف میکنیم که در واقع به خمیرمون لطمه وارد نکنیم. کلا خمیرها بهترونه که با دست کار بشه دیگه، درسته؟ البته با این دستگاه هم خیلی عالی، منتها از این مرحله به بعدش از مرحله به بعدش دیگه دستگاه رو روشن نکنن. همونطور که ملاحظه میکنید خمیر بسیار نرم و در واقع مطلوبی هستش. کاری که ما باید انجام بدیم و خیلی بهتر هستش که این کار رو حتما انجام بدیم اینه که خمیر رو داخل یک کیسه نایلونی بذاریم و حدود نیم ساعت در یخچال بهش استراحت بدیم. اگر که دوستان این کار رو بکنن در واقع خیلی راحت تر میتونن این خمیر رو بازش بکنن و توی قالب پهن بکنن. خانم اینا رو چجوری وایسونده بودین؟ هی تون میفته. اشکال نداره که بیفتن لازمشون نداریم. خیلی خوب. نه خیلی خوشگله. خواهش می‌کنم. خب الان اینجا خب ازتون اجازه میخوام که عرض بکنم که تا حالا خانم ظروفی مقدار دارن خمیر رو آماده میکنن. خدمتون عرض میکنم که در بخش‌های متنوعی که حالا برنامه خانه مهر تو این مدتی که تقدیم حضورتون شده، آن چیزی که برای ما مهمه خواسته شماست. اینی که شما میخواید چه بخش‌هایی در این برنامه که متعلق به شماست گنجونده بشه. طبیعتاً فکر میکنم به واسطه اینکه خیلی از ما دوست داریم که سیاست این برنامه دنبال بشه که این برنامه مانند یک دایره المعارف سیار باشه، جوری که شما اگر بخواید هر روزی که پای این برنامه بنشینید با همکاران بسیار ارجمند من، مجری بسیار توانمندی که حالا در کنار شما هستن، ورق بزنید. یک روز میتونید از روانشناسی و مشاوره های خانواده لذت ببرید، روز دیگه میتونید بخش های هنری رو دنبال بکنید و یا خیلی بخش های متنوع دیگه. هنر طبیعتاً هنرهای اصیل ایرانی، هنرهای بسیار بسیار زیبا و جذابی است که میتونه شما رو هم سرگرم بکنه و هم به یاد کشور بندازه و هم به شما کمک بکنه تا اینکه اگر دوست داشته باشید یک کار دستی از صنایع دستی ایران رو یاد بگیرید، طبیعتاً میتونه بخش‌های هنری ما به شما کمک بکنه. به هر حال آرزو میکنم که همراه ما باشید با سلسله بخش‌های متنوع برنامه و با ما حتما در ارتباط باشید. حالا دوستان و همکاران گرامی من زیرنویس خواهند کرد پل ارتباطی ما رو با شما. حتما برای ما پیامک بزنید و به ما بفرمایید که شما از چه بخش‌هایی بیشتر لذت میبرید. طی این 12-13 سالی که حالا من توی این برنامه، حالا نه در این برنامه، در برنامه مشابه این مجری بودم، میدونم که هم بخش‌های روانشناسی خیلی مورد استقبال شما واقع شده و هم بخش‌های هنری. به هر حال با ما در ارتباط باشید و به ما بفرمایید که چه دوست دارید. خانم چه کردی توی این فاصله؟ جانم من فقط خمیر رو 2 قسمتش کردم خانم شاهی عزیز و الان میخوام که اینو روشنش کنم. بله احتیاج داریم که چیزی رو گرم بله. نه ما باید الان مواد میانی این رو درست بکنیم. خب اول بفرمایید که خمیر رو چکار کردیم؟ بازش کردیم. دوستان رو در نظر بگیرن که اول باید مواد میانی درست بشه چون بعد خنک بشه و بعد داخل خمیر استفادهش بکنیم. مواد میانی رو به 2 قسمت کردم. البته یک قسمت رو بیشتر برداشتم، یک قسمت رو کمتر که برای روی پای هست. خب حالا الان کمر رو زیر میذاریم، بیشتر رو روی کار میذاریم. بیشتر رو زیر میذاریم. بیشتر رو زیر میذاریم. میاد لبه ها میاد بالا. بله. مثلا دوستان اینو در نظر بگیرن که اگر از قالب هایی که دیواره از کف جدا میشه استفاده بکنیم، اینا به خصوص برای تارت ها بله خیلی بهتره، به این دلیل که راحت میتونیم تارت رو از قالب در بیاریم. خب من خمیر رو یه مقداری دور بردنه میپیچم، ضمن اینکه باید خمیر حتما بزرگتر از قالب در واقع باز بشه. دیواره ها رو کاملا به لبه های قالب فشرده میکنیم
و اگر در این مرحله دوباره ما قالب رو توی یخچال بذاریم و حدوداً نیم ساعت به این خمیر در قالب استراحت بدیم، باز هم به مراتب نتیجه کار خیلی بهتر خواهد. ترد میشه یا اینکه پف میکنه و بیشتر باعث میشه میتونیم که لبه ها نکشه خودشو پایین آها. و تارت شکل زیباتری داشته باشه. خب حالا توی این مرحله برای اینکه مواد میانی رو آماده بکنیم، اینجا پودر شکر داشتیم، همینطور آرد ذرت که اینها رو اضافه میکنیم. داخل یک ظرف مناسبی میریزیم. ترجیحاً این ظروف اگر که فلزی نباشه خیلی بهتر هستش. اونم به خاطر این حالت ترشی و اسیدی آلبالو هستش که اگر این رو رعایت بکنیم. این الان آب آلبالو؟ آب آلبالو هست، بله. الان آب آلبالو رو اضافه میکنیم و بعد از اینکه تقریباً این مخلوطمون با هم دیگه یک دست شد، آلبالوها رو بهش اضافه میکنیم. میزان آلبالو رو هم دوستان عزیز میدونن که در واقع ما توی مواد لازممون 750 گرم هسته گرفته‌اش رو اعلام کردیم. خب آلبالو رو هم به این مخلوطمون اضافه میکنیم. در واقع اینو یه مقدار به خاطر آردی که ریختین، آرد ریختین یا پودر شکر ریختین؟ آرد ذرت، پودر شکر یه مقدار منسجم میکنه. چرا قطع شدش؟ حالا در هر صورت این اجاق الان خاموش شده، فکر میکنم شاید برقش مشکل پیدا کرد، چون از اینجا روشن نمیشه. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم و یه مقداری آلبالو شیرینی برنامه زنده خانم همینه. بله همینه، درسته. خب الان پس به ما بفرمایید که به صورت تئوری که وقتی که این رو گرم کردید غلیظ میشه و منسجم. باید ببینید آرد ذرت کاری که میکنه در مورد این سس یه حالت غلظت به این آلبالوها میده، احتیاج نیست آلبالو بپزه. یه چیزی حدود 10 دقیقه اگر روی حرارت باشه کافی هست. بله. ما 2 تا قاشق سوپخاری خوردنان داشتیم. این خوردنان به این خاطر هست که در واقع اون آلبالو خمیر رو خیس نکنه و مانع از خیس شدن نون تارتمون میشه. این 2 تا قاشق سوپخاری در واقع خوردنان رو که دوستان میتونن از نان باگت استفاده بکنن، یعنی نانهای باگت رو بگیرن خشک بکنن توی فر و بعد آسیابش بکنن توی یه شیشه توی یخچال نگهداری بکنن. نمیشه بیرون یخچال؟ بهتره که توی یخچال باشه که اون تازگیش رو روی حفظ بکنه. نان تازه رو حفظ بکنه. بعد از اینکه در واقع حالا که خب این غلیظ نشده، من دیگه حالا یه کار دیگه میکنم. در واقع این آلبالوها رو میریزم توی خمیر که مراحل انداختن خمیر روی تارت رو هم اینجا ما داشته باشیم. چرا تهش خورده نون ریختین؟ چه کار میکنین؟ برای اینکه آب آلبالو نون خیس نکنه. آها. در واقع زمانی که این آلبالو حدوداً 10 دقیقه بجوشه توی این سس، تمامش برای این قالب که قطرش 20 سانت هستش کافی هست. یعنی اضافه نمیارن دوستان، این رو در نظر بگیرن که فکر نکنن ممکنه که اضافه بیاد آلبالو. منتها چون اینجا ما در حرارت اجاقمون رو نداشتیم، من این آلبالوها رو به همین صورتی که ملاحظه می‌کنید این باید همینطور انباشته بشه، از تقریبا سطح بیاد بالاتر. تقریبا. حالا بقیه خمیر رو مجددا روی سطح آردپاشی شده بقیه خمیر رو باز می‌کنیم و می‌خوایم که روی آلبالوها رو پوشش بده. چقدر فرصت داریم خانم؟ 1 دقیقه خانم. 1 دقیقه. البته ما به شما فرصت میدیم برمیگردیم، ولی الان 1 دقیقه. خانم زورفی جان، اگر ما بخوایم حصیری روی این آلبالوها رو بپوشونیم چطوره؟ ببینید چون میوه آلبالو میوه ظریفی هستش برخلاف سیب که یه مقداری در واقع ضخامت بیشتری داره، بهتره که ما کامل با خمیر روی این رو بپوشونیم، مگر اینکه خمیر رو بپزیم که انشالله من اینو در آخر برنامه توضیح بدم و به یه شکل دیگه این تارت رو درست بکنیم. خب به این شکل لبه ها رو کاملا محکم میکنیم. دوباره اضافی ها رو کنار میذاریم. اضافی ها رو در واقع با کشیدن وردنه روی این قالب میگیریم. باش. بله. الان باید بره داخل فر یا میخواین زرده تخم مرغ؟ داخل فر باید بره، منتها باید قبلش در واقع یه مقداری با زرده تخم مرغ روی این تارت رو زرینش بکنیم. اگر دوستان دوست داشته باشن میتونن از خمیر باقی مونده به شکل گیلاسی آلبالو درست بکنن، مثل کاری که من روی این تارت انجام دادم و روی خمیر قرار دادیم.
که اون هم خیلی شکل زیبایی هست با یه کاتر کوچیک. اجازه میخوام ازتون که به ما فرصت بدین که برگردیم، شاید دوستان بخوان این نکته‌های ریز و ظریف رو بهتر یاد بگیرن. اشکالی نداره. خیلی متشکرم. خب امیدوارم که با این بخش همراه ما بوده باشید و استفاده کرده باشید. میدونم که سلیقه شما خانم‌های ایرانی هر جای دنیا که باشید بسیار بسیار والاست، اما خب اینا فقط ایده است، فقط یادآوری است برای اینکه شما یادتون بیاد که شاید میشه با آلبالو هم تارت‌های خوشمزه‌ای درست کرد. ضمن اینکه خسته نباشید عرض می‌کنم خدمت همه همکاران خوبم در رژی، خواهش می‌کنم سری بزنیم به اتاق فرمان و برگردیم. برگشتیم به همون تارت های خوشمزه و انواع تارت هایی که در واقع سکر خانم ظروفی زحمت رو کشیدن. اجازه بدید ببینیم که برای روی تارت چه تزیین در نظر گرفتن. در خدمت میکنم. خانم میشوری عزیز، ما میتونیم با بقیه خمیر، البته عرض کردم که اگر ما بخوایم تارت آلبالو رو به صورت نوار در واقع روش رو تزیین بکنیم، هم حالت حصیری یه مقدار برای این میوه مناسب نیست، چون میوه ظریفی هستش و امکان اینکه این میوه در واقع له بشه و به حالت سوختگی بگیره خیلی زیاده. به همین دلیل من روی این تارت رو با بقیه خمیر پوشوندم و بعد با همون اضافه های خمیر طرحی مثل طرح آلبالو رو روش ایجاد کردم. حتما باید روی خمیر رو با زردی تخم مرغ در واقع زرین بکنیم و بعد میتونین قدری هم شکر روش بپاشین. دمای فر رو عرض بکنم که خیلی مهم هستش، 200 درجه سانتیگراد یا حدود 425 درجه فارنهایت. مدت زمان پخت هم حدود 40 تا 45 دقیقه. طبق گفته تهیه کننده عزیزمون این تارت رو با عشق درست بکنید و با عشق هم در واقع برای اعضای خانواده و مهمانانتون انشاءالله که سرو بکنید و امیدوارم که راضی باشید. عرض کردیم که عشق و مهربانی رنگی است که رنگی که خدا میپسنده. راجع به این میز قشنگتون و انواع تارتاتون صحبتی برای ما بکنید. زمانی که ما بخوایم این تارت رو حالا دوست داشته باشیم با خامه سرو بکنیم، میتونیم با همین خمیری که من در واقع عرض کردم خدمتتون، فقط یک لایه زیر رو در واقع نان تارت رو در فر بپزیم. بعد از اینکه نان تارت پخت و خنک شد، یک لایه خامه روی نان بدیم و بعد با همون آلبالوهایی که به حالت سس در آوردیم. الان این اینجا خیلی خوب شد که در واقع به اون حالتی داره میرسه که بیننده‌های عزیز ما بتونن ملاحظه بکنن. بعد از اینکه این خنک شد، میتونیم این آلبالوها رو به همراه سس بریزیم که در واقع میشه اون تارتی که الان دیگه روش هیچ خمیری نداره. ضمن اینکه من از همین آلبالوها استفاده کردم و بین این کیک رو هم در واقع باز با همین آلبالو مزه‌دار کردم. میتونیم از تارت‌های یک نفره استفاده بکنیم، در واقع اینها رو به صورت دونه‌ای سرو بکنیم، همین موردی که در واقع اینجا ملاحظه می‌کنیم. و حتی ما میتونیم این آلبالو رو با این سس که در واقع من اینو یه مقداری الان اینجا بریزم که دوستان عزیز ما رنگش رو ببینن، میتونیم این رو در کنار بستنی هم در واقع استفاده بکنیم. ایده های خوبی گرفتیم ازتون، خیلی متشکرم. خیلی با سلیقه این روزهای مینیاتوری رو هم انتهای برنامه دقت بفرمایید که بسیار روزهای قشنگی است. انتخاب خانم ظروفی عزیز، ممنونم که آمدید. متشکرم. و عزیزان من، نه بهار نه تابستان نه پاییز نه زمستان که سال من با تو یک فصل دارد، فصل خوب زندگی که خداوند سرفصل این فصل هاست. همراه ما باشید هر روز در ساعت 7 شب به وقت تهران با برنامه خانه مهر. خدا نگهدار، به امیدش باشید.